امروز در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم دایر گردید. در کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه، رئیس کمیسیه شهری انتخابات عاید به انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، رئیس کمیسیه حوزوی انتخابات عاید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم، معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، سرداران واحدهای ساختاری دستگاه، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک داشتند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست رئیس کمیسیه شهری انتخابات عاید به انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه قربانزاده علمخان اطلاع دادند که با مقصدی در سطح بلند سیاسی و تشکیلی برگزار نمودن انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه در پایتخت 70 کمیسیه حوزوی و 254 کمیسیه اوچسکوی انتخابات تأسیس داده شد. از تعداد عمومی انتخاب کنندگان 536648 نفر در انتخابات 480472 نفر اشتراک کردند که 89.5% را تشکیل داد. از جانب حزب‌های سیاسی و طریق خودپیشبری در 70 حوزه شهری 214 نفر نامزد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پیشبری و نامنویس گردیدند. در نتیجه آوازدهی روز 2 مارس سال 2025 70 نفر نامزدهایی که از نصف زیادی آوازهای انتخاب کنندگان را به دست آوردند به دریافت وکالت وکیلی سزاوار گردیدند. همینطور به هیئت وکیلان 9 نفر وکیل از ساحه ساختمان، 11 نفر از ساحه علم و معارف، 26 نفر از ساحه اقتصاد و مالیه، 10 نفر حقوق شناسی، 7 نفر از ساحه تندرستی و 7 وکیل از دیگر ساحه ها انتخاب گردیدند. از این شماره 31 نفر را زنان تشکیل می‌دهند که این به 44.2% وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برابر است. از لحاظ هیئت حزبی باشد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه 60 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، 1 نفر از حزب کمونیستی تاجیکستان، 1 نفر از حزب سوسیالیستی تاجیکستان، 2 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، 1 نفر از حزب اگراری تاجیکستان، 1 نفر از حزب دموکراتی تاجیکستان، 3 نفر غیر حزبی و 1 نفر به طریق خودپیشبری شامل می باشند. پس از گزارش رئیس کمیسیه شهری انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم وکالت وکیلان نو انتخاب شده را تصدیق نمود. وکیلان تازه انتخاب طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه در اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه سوگند یاد کردند. در اجلاسی اولین شده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سوگند یاد کرده دیگر وکیلان از روی شماره ترتیب حوزه ها این مراسم را بجا آوردند. سپس وکیلان خلق دستور مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و نظامنامه کمیسیه های دائمی و موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه را تصدیق نمودند. در اجلاسیت 12 کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از جمله عاید به تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، مبارزه بر ضد کروپسیا، رشد اقتصادی و اجتماعی، صاحبکاری، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، بودجه و اداره و اختیارداری مالکیت کمونالی، نقلیات، کمونیکاسیا و بهداشت راهها، معماری، شهرسازی، ساختمان و آبادانی، حفظ محیط زیست، سانیتری و بیطاری، فرهنگ، معارف، علم و اینواسیا، صنعت و انرژتیکا، سیاست جوانان، رشد ورزش و سیاحی، مسئله های گندری، تندرستی، حفظ مادر و کودک، همکاری با مقامات خودفعالیت جمعیتی، حزب‌های سیاسی، واسطه‌های اخبار عامه، تشکیلات‌های غیر حکومتی و اتحادیه‌های جمعیتی و دینی، اینچنین نظارت رعایت دستور مجلس وکیلان خلق تأسیس یافته رئیس و اعضای آنها انتخاب گردیدند. همچنین کمیسیه های موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه عاید به نامگذاری و نام‌عوض‌کنی محله و کوچه ها، میدان و خیابان ها، باغ و پل ها و دیگر قسم های ترکیبی محله های اهالی نشین شهر دوشنبه و دایر به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شدند. در اجلاسی مسئله پیشبری نامزد به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت.
وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه نامزدی رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه را به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه پیشبری کردند. پس از آوازدهی پنهانی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با دریافت اکثر آوازها از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه یک دیلانه به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را بررسی و تصدیق کرد. از روی همه مسئله های محاکمه شونده قرارهای داخلدار قبول گردیدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان تازه انتخاب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم را به مناسبت آغاز فعالیتشان تبریک نموده در مسئولیت وکیلی به آنها دست و دل پاک و خدمت شایسته به خلق را تمنا نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه کلی حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را آرزو نمودند. با همین اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.